Farming Fever 2 Collector's Edition یا تب مزرعه داری 2 نسخه کلکسیونرها. بازی جدیدی در سبک سری بازی‌های اکشن، کژوال، ایندی، شبیه سازی و استراتژیک می باشد که در سال 2023 توسط ماتریوشکا ساخته و برای کامپیوتر عرضه شده است. این بازی در واقع نسخه دوم اولین نگارش از سری بازی‌های فارمینگ فیور است یا همان تب مزرعه داری. اگر شما هم بازی‌های سبک استراتژیک مدیریتی را دوست دارید و می‌خواهید یک شغل مجازی جذاب و سرگرم کننده را در چارچوب یک بازی کامپیوتری تجربه کنید، پیشنهاد ما این است که نسخه دوم این بازی را از دست ندهید. این نسخه از بازی جایی است که شما در آن مهارت‌های خود را برای مدیریت یک مزرعه و تهیه غذاهای خوشمزه به چالش می‌کشید. از محصولات و حیوانات مزرعه مراقبت و برای جلب رضایت مشتریان بهترین غذاها را آماده می‌کنید. در بازی نقش شما یک کشاورز و سرآشپز است و باید سفرهای پرماجرا به مکانهای مختلف داشته و اقلام مورد نیاز خود را از آنجا تهیه کنید و 120 مرحله پرهیجان و جذاب بازی را با موفقیت پشت سر بگذارید. امیدوارم لذت ببرید.